تا حالا شده یه بازی یا اپلیکیشن نصب کنی و حس کنی یه چیزی درست نیست؟ امشب میخوایم بریم سراغ 10 تا بازی یا اپ عجیب که پشتشون داستان‌های ترسناک، مرموز و حتی واقعی وجود داره. تا آخر این ویدیو باش چون بعضیاش واقعا هنوز توضیح علمی ندارن. شماره 1 سات سیتن، یه بازی تاریک و مرموز از دارک وب با صداهای جیغ، عکس‌های عجیب و یه حس شیطانی. کسی سازندش رو نمیشناسه و نسخه اصلی ناپدید شده. شماره 2 پولیبیوس، بازی آرکید دهه 80 که باعث کابوس، حمله عصبی و ناپدید شدن بازیکن‌ها میشد. واقعیه یا فقط یه توطئه دولتی هنوز معلوم نیست. شماره 3 اپلیکیشن رندوناتیکا، یه اپ لوکیشن یاب که کاربراش رو به مکان‌های مرموز میبره. حتی یه بار چند نوجوان جسد پیدا کردن. شماره 4 بندراوند، نسخه هک شده از زلدا که گفته میشه یه روح داخلشه. پلیرها گزارش دادن بازی خودش جلو میره، انگار یه نفر دیگه کنترلش میکنه. شماره 5 کیل سویچ، فقط یک بار قابل بازی بود، بعد از تموم شدنش کامل از سیستم پاک میشد. آخرین نسخهش برای همیشه ناپدید شده. شماره 6 فناف یا فایو ناتس ات فردیز، الهام گرفته از ماجرای واقعی دزدی و قتل در یک رستوران زنجیره‌ای. شخصیت‌های ترسناک این بازی پشتشون یه حقیقت تاریک دارن. شماره 7 تابو The Sixth Sense، بازی تاروت قدیمی از نینتندو که پیشبینیاش خیلی وقتا واقعی از آب در اومدن. بعضیا حتی ترکش کردن چون بیش از حد ترسناک شده بود. شماره 8 اسلندر The Eight Heights، بر اساس داستان اسلندرمن این بازی باعث شد 2 دختر نوجوان در دنیای واقعی اقدام به قتل کنن چون فکر میکردن اسلندر براشون مأموریت داده. شماره 9 داکی داکی لیبراتور کلاب، اولش یه بازی ساده انیمه‌ایه ولی ناگهان میشه یه ترس روانی شدید. فایلاش خودشون تغییر میکنن. تجربه خیلی باش اصلا خوب نبوده. شماره 10 Don't Take This Risk، بازی که انگار باهات تماس تلفنی میگیره، صداهای عجیب پشت خطه. خیلی‌ها گفتن آخر شب واقعا براشون اتفاقی افتاد. کدومی که از این بازی‌ها رو جرأت داری خودت امتحان کنی؟ نظرتو کامنت کن و یاد نره ویدیو رو لایک کنی و برای ویدیوهای ترسناک بیشتر کانال رو سابسکرایب کنی.